پس از نصف روزی سنه 26 ایول رئیس شهر اصفهان بهاءالدین بهادرزاده نشست مطبوعاتی دایر کرد و به خبرنگاران از فعالیت 6 ماهه اول سال 2023 گزارش داد. وی هنگام سوال و جواب اوید به وضع مرز خبر داده گفت که بگویی سنه 24 ایول کمتر بین ساکنان نزد مرزی نافهمی به میان آمد. اما بعد حاضر شدن مقامات های حفظی حقوق وضع مرز به اعتدال آورده شد. در این حادثه یراق و اسلحه های حربی تماما استفاده نشده است. وابسته به چیزی که درست پیش در مرزی سرحد شده بود در حقیقت خیلی واقع شد، لیکن خیلی که من در شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌ها شما با خبر شدیم واقع وقتی که ماشینی کارونی زخم می‌گذاشت از بین با شهروندی جمهوری قرقیزستان کمتر یادگیری شده گوییم مایدادگی خبر رساندگی با همین سبب بین شهروندان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زدگی وابسته به بعضی سرحد چخیلی که گفتید تا که این حوضر عینی ها وضعیتی سرحد تینج آرام من دکترگی گفته میکنم. وضع مرز آرام است، اما کارها در مورد دلیمیتاسیا و دمارکاسیا جریان دارد. گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر اصفهان و ولایت سوغد و جمهوری همسایه سازمان یافته است و این گروه برای معین کردن خط سرحد کارها را ادامه می‌دهند، میگوید بهاءالدین بهادرزاده. در حقیقت موفقی اقتصادی زیاده سخت می‌تونه با خوب موفق نشده است و خیلی که خوزی من جواب دادم کمیسیون کار کرده است. منتظم باقی و گذراندی استادم باقی مانده حدودایی که با موفق نیست است وابسته به این کاربری ادامه دارد. با نوبت همین کمیسیون اگر اهمیت دادگی باشه نظر به سالهای پیش امسال سال گذشته باید منتظم باقی و گذراندی استادم منتظم با نوبت همون آن حدودایی که هست چی حال فصل خودشی یافته ایستاده است و طریقی من خیلی که گفتم همون مسئله ها و طریقی گفتشنی با روی دیپلماتی آینده نیست البته حلی خود را می‌یابد. همچنین رئیس شهر اصفهان هنگام نشست مطبوعاتی اطلاع داد که دوام 6 ماهه اول سال 2023 5 کارخانه مورد استفاده قرار داده شده است. احتمال می‌رود که تا آخر سال روان باز 6 کارگاه دیگر بنیاد خواهد شد. در مجموع دوام سال 2023 در حدود شهر اصفهان 12 کارخانه بنیاد خواهد شد، اما بنابر سبب‌های نارسایی تکنولوژی و کارمندان 9 عدد کارخانه از فعالیت باز مانده است. اون کارخانه‌ای که شما گفتید از فعالیت باز مانده 9 کارخانه همین کارخانه‌ای که سال‌های طولانی فعالیت می‌کنند. خیلی که من لازم را بارها البته تکرار شده است یکی از نقشه‌های ما برقرار کردن همین کارخانه‌ها فعالیت چه برقرار کردن همه کوشش کردیم. البته ما دو کارخانه این زیاد بود کار و فعالیت نداروندن کار کردیم ما کوشش می‌کنیم که این کارخانه‌های باقی مانده هم چی کنیم راهش یابیم که کار کنند. استحصال محصولات در 50مین کارخانه‌های صنعتی در قید آمار بوده و 162 میلیون تومانی برابر گردید که افزایش آن نسبت به همین دوره سال گذشته 5.5 میلیون تومانی را تشکیل نمود، صورتی افزایش به 104% برابر گردید. در سکتور خصوصی استحصال محصولات صنعتی 75 میلیون تومانی، حجم خدمترسانی برق و آب و کانالیزاسیا 33.6 میلیون تومانی را در بر گرفت که در قیاس با همین دوره سال 2022 متناسباً 16 میلیون تومانی و 6.2 میلیون تومانی زیاد است. در مجموع در حدود شهر اصفهان 59 کارخانه‌های صنعتی موجود میباشد و با مرام فعالیت دارد. شماره صاحبکاران باشد در این منطقه بیش از 17,000 نفر را تشکیل میدهند. همچنین رئیس شهر اصفهان تاکید نمود که در سمت پیشگیری جنایتکاری رقم‌های آماری تشویش‌آور است، زیرا دوام 6 ماه اول سال روان 275 صادرکنی جنایت‌ها به قید گرفته شده است که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 42 حادثه یا خود 18% زیاد شده است. وابسته به زیادشوی جنایت من چون فکر میکنم که به قیدگیری جنایت‌ها از طرف مقامات حفظی حقوق و از نتیجه کاربری زیاد شد. وابسته به این ما معلومات داریم
گروه‌ها تأسیس داده شده است قریب که هر روز کارهای تشویقاتی تغییراتی مورد ایستاده. مقصد ما امروز پیشگیری همین کردارهایی که به جنایت و قانونشکنی بوده میرساند گروه‌های کاری تأسیس داده شده با خصوصا با جوانان بسیارتر کارهای فرماندهی و کارهای چاره‌هایی که پیش سد راه این جنایت سبب و شرایطی که همین جنایت به دست زدن اصلاح کننده کاربری رفته ایستاده است. در سمت کوفتوکوی جنایی 218 عدد جنایت، 45 عدد جنایت‌های وزنی، 37 عدد قلابی، 56 حالت دزدی، از آن خودکنی یا خود اسرافکاری 8 عدد، اوباشی 19 حالت، جنایت‌های اقتصادی 24 عدد نابالغان و یا با اشتراک آنها 11 عدد و دیگر سمت‌های خدمتی 33 عدد را تشکیل نموده است که در مجموع جنایتکاری در اسفر 18% زیاد شده است. گزارش مفنوش کور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر از شهر اسفره.